اول از همه بریم به کریس رونالدو یه درخواست بدیم و بریم که رونالدو رو بخریم از النصر. 18500 میارزه آقا رونالدو، میخوام 14500 بهش بدم. میگه که اصلا پول نده به من و مزراوی تو بده به من و میتونیم که این کارو نکنیم. من میخوام پول بدم، نمیخوام بازیکن بهت بدم. آقا همین پیشنهاد بنده، نهایتش دیگه 15 میلیون. قبول میکنی بکن، نمیکنی نکن. آقا قبول کرد. بالاخره از خر شیطون اومد پایین آقای جسوس و تونستیم کریستیانو رونالدو افسانه‌ای گوت بنده از تیم النصر خریداری بکنیم و برگردونیم این بازیکن رو به تیم منچستر یونایتد. خانم ها و آقایان، آقای کریستیانو رونالدو وارد باشگاه منچستر یونایتد میشه. برای بار سوم دوباره میاد به منچستر یونایتد. یک بار که تو منچستر یونایتد بودش تو همون جوانی، دوباره تو سن 36 سالگی رفت به منچستر یونایتد و الان دوباره در سن 40 سالگی دوباره برگشت به منچستر یونایتد برای بار، همیشه میگن دیگه تا سه نشه بازی نشه، که شماره 9 رو هم به CR7 دادن.